الو، سلام بچه، چطور هستی؟ خوب هستی؟ کجا هستین شما نامردا؟ گم هستین؟ 100% که میرم کنسرت باشه و من نباشم هیچ امکان نداره. 5 نفر هستین، باشه مهمان لالایتان هستین شما، مهمان ما هستین امشب، هیچ غمیتان نباشه. مستم دیگه، مستم. باشه بچش، باشه میبینیم. خداحافظ. اینمی پول ببرم امشب خرج بچه ها کنم. بفهمم من لوی هستم، دلی بزرگ دارم. یالا بفرما بچش، بفرما. بیا خوش آمدی. سمندر بچش، چطور هستی؟ خوب هستی؟ بچهش خیلی نامرد هستی. هر چی زنگ میزنم تلفن جواب نمیتی. گفتم بیایم یک بار از نزدیک ببینم تو را. تلفن خو بیا جواب نمیتی. بچهش قلندر، تو از دل ما خبر نداری. خودم هزار تا مشکل دارم امیالی، نمیفهمم در کدامش برسم. بچهش سمندر، مادر میاد افغانستان، خیلی امیالی دستش تنگ است، در پول نیاز داره. من که بی از تو دیگه کسی را ندارم اینجا. گفتم بیایم تو در دادم میرسی. قلندر بچهش، من پول مول ندارم، خیلی دستم خالی است. خودم میخواستم پیش تو بیایم، یک چند رو پس تو قرض کنم. تو آمدی سری ما. چند روز است در خانه خواب هستم، مریض هستم. یک جایم چند وقت سری کار رفتم، پول مرا نداد خورد. خب بچهش، تو که پول نمیتی مرا، حداقل اما پول خودی مرا بیتی. چی؟ من چی وقت از تو قرض کرده بودم بچهش؟ من که یادم نمیاد تو مرا پول داده باشی. بچهش سمندر، نامردی نکو. او زمان که مادرت مریض بود دری زدی، کسی در دردت نخورد، کسی در دادت نرسید. من بودم که در دادت رسیدم. حالی تو همی تو جواب میتی بچهش مرا. او 2000 پر میگی. بوان مارا بچهش، 2000 پر چی وقت داده بودی تا نوز یادت مانده نامرد. بان مارا بچهش، ما خودی ما کلی جنجال داریم. 2000 پر چی است بچهش که تا نوز یادت نرفته؟ میارم باز پولی تا بچهش، ما پولی که خوردیم میارم 100% کدام وقتی. خب بچهش، خب که نداری خیر است بچهش. من میرم پس، خداحافظت.